ترسناکترین شب پاکستان این شب بود. پلیس برای اولین بار بهمون گفت که از اینجا به بعد باید بدون اسکورت برید. نزدیک شب بود و رسیدیم شهر کراچی و با این رستوران صحبت کردیم، ازش درخواست کردیم ما شام اینجا سفارش میدیم، اجازه بده شب رو پشت بوم بخوابیم. بنده خدا قبول کرد و شام واقعا خوشمزه ای داشت. داشتیم شام میخوردیم، یه خانواده ای اونجا داشت ما رو نگاه میکرد و یواش یواش بهمون نزدیک شد. سر صحبت رو باز کردیم و یه دفعه دیدیم تو خونه‌شونی. حسابی خسته بودیم، شب خوابیدیم و صبح بیدار شدیم و لباس بلوچی برای هممون آوردن و پوشیدیم، چرخامون رو همونجا خونه اونا گذاشتیم و با آقا پسرشون که اسمش آفتاب بود و چهره زیبایی داشت، واقعا هم شبیه آفتاب بود، رفتیم توی شهر که جاذبه های شهر رو به ما نشون بده. حسابی گشتیم و چرخیدیم و لذت بردیم و تا جایی که تونستیم عکس و فیلم گرفتیم توی شهر و خاطره ساختیم. این هم یکی از اون برکات سفر با دوچرخه است که تو هر جای دنیا میتونی رفیق پیدا کنی. اگه تو هم مثل ما عاشق سفری، حتما پستای قبلی و پستای آینده ما رو هم ببین، مطمئنا بهت خوش میگذره.